السلام علیکم و رحمت الله. خوبه انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. اوضاع خوبه؟ برادر اوضاع ما هستن؟ حاضر کو برادر یوتیوب اگر یکم کس در یوتیوب آواز ما را داشته باشه آواز ما هسته در یوتیوب. اوکی. خب آواز در یوتیوب هم است. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، چون هر روزه انشاءالله تصمیم گرفتیم که در ماه شریف رمضان یک قصه از صحابه داشته باشیم و حدیث از حدیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام. شروع میکنیم اول به حدیث و دیوم موضوع امروزه ما دوام قصه سعد ابن ابی وقاص است انشاءالله. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان یکی از شما کامل نشیده است هر چیزی که برای خودتان دوست می‌داره برای برادرتان دوست نداره. یعنی ایمان کامل نشیده است اگر تو بخواهی که نماز بخوانی داخل جنت بشه و یک رفیق یک دوست دیگه که بی نماز است او را دعوت نکنی. دعوت با چی؟ با حکمت، با موعظه حسنه باشه، با اسلوب خوب باشه. این مشکلات است. وقتی که تو دعوا میکنی برادری است، وقتی که تو دعوا میکنی دوستی است، وقتی که تو دعوا میکنی ما به خاطر خدا دوستش می‌دارم، دیگه این مشکلات که تو به چی راه میتونی او را باید چیکار کنی؟ در راه راست راهنماییش بکنی. چی در نماز باشه، چی در زکات باشه، چی در روزه گرفتن باشه. خداوند شما را قوت بده تا بتونی که ما و شما تمام دوستاییم که امروزه به هر سبب روزه نمیگن یا نماز نمیخونن اونا هدایت بیابن و نماز بخونن و روزه بگیرن. انشاءالله شروع میکنیم به دوام قصه سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه گفتیم که فضیلت‌های زیاد داره. یک کمتر معلومات کوتاه برای نفرانی که در تیک تاک شاید نو دوباره چیدن از قصه خبر نداشتن، یک کوتاه معلومات درباره سعد ابن وقاص میگیم تا جنگ میانی سعد ابن وقاص و مشرکین فارس در مدائین. سعد ابن ابی وقاص یگانه نفری بود که دو فضیلت بهترین داشت و یگانه نفری بود که اولین تیر در راه خدا پرتافتگی و اولین کسی هست که به سوی او تیر پرتافتگی و او یگانه نفری هست که پیغمبر در حقش گفتگی در غزوه بدر که تیر بداز ای سعد پدر و مادرم فدای تو. یعنی پیغمبر اکرم علیه السلام زید گفتن چی؟ تیر بداز پدر و مادرم فدای تو. و سعد ابن ابی وقاص دو تا سلاح سخت داشت. یکیش دعاش بود، دیگرش شمشیرش بود. گفتیم پیغمبر علیه السلام در حق سعد دعا کرده بودن که پروردگار بار الها تیری سعد به نشانش برسان و دعاش را مستجاب بکن. و این بود که سعد هر کی را دعا میکرد دعاش میگرفت. برای همین بسیار از دعا کردن نسبت یک کس چیکار میکرد؟ مثلا دوری میجوست که هیچ کس دعا نکنه. و هم دیروز هم گفتیم که یک نفر وقتی که حضرت علی را بسیار دشنام میکنه و گپای قبیحش میگه، بعدا در حقش دعا کرد که چطور آمدش تا مردنش به پاش زدش. سعد ابن ابی وقاص یک صحابه دیگه نزدش آمد گفت که
مرا نصیحت بکن تا به خداوند نزدیک بشم. این فضیلت، این مقام و منزلت در نزد خدا و در نزد رسولش تو چه به دست آوردی؟ گفت که من یگان کاری یعنی چی میگن دیگر انجام نمیتونم، همه چیزی که شما انجام میتیم من همون کارا رو انجام میتونم. مثلا شما نماز میخونید من همون نماز شما رو میخونم، روزه میگیرم، مثلا زکات میتونم، هر چیزی که شما میکنیم همون کار انجام میتونم بجز یک چیز. بجز اینه که من وقتی شب خواب میکنم پیش از اونه که خوابم در جای خواب دارم خواب بشم چیکار میکنم؟ در دیلم نسبت یگان مسلمان کینه و بدی نمیگیرم، همه اونا را پاک میکنم بعد خواب میکنم. خب بعد گفتیم حضرت عمر در خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اهل کوفه خیانت کردند و عهد شکنی میان فارس در قادسیه شد و گفتیم که جنگی سری پول بود که تقریبا اگر خطا نکنم 4000 شهید در یک روز گذاشت و حضرت عمر خودش کوفه بره و آدمایی که عهد شکنی کرده بودند با هم اونا و بخره. اما مشورت شد که سعد ابن ابی وقاص رو کنه. عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد داد و عبدالرحمن ابن عوف گفت که شاید در سال 50 سعد ابن وقاص که در این کار لایق تر است و حضرت عمر هم روانش کرد بعداً به کوفه و از جنگ قادسیه شد و گفتیم که در جنگ قادسیه تعدادی تعداد مشرکین تقریبا 3 مراتب از مسلمان ها زیاد بودند و تقریبا 90,000 یا 100,000 لشکر داشتند، مسلمان ها همگی 30,000 داشتند. بعد جنگ میان اونا جنگ شروع شد. بعدا سعد متاسفانه که تنش گفتیم پری آوله بود و یک کسلی گرفتار شد که از تنش خون میبرامد، چیکار کرد؟ در جنگ اشتراک کردن نتونست، اما از همون بالا یک خانه که در نزد همون میدان جنگ بود و مردم چیکار میکرد؟ تشویق میکرد که حمله بکنیم، از هر طرف خالگی را پر کنین و مثلا همون جنگ به ترتیب می درآورد. پیش از این جنگ شروع شدن هم یک چیز دیگر را بگیم که وقتی که حضرت سعد بن وقاص به سرلشکر فارس رستم سرلشکرشون که بود یک نفر روی میکنه تا او را دعوت به سوی اسلام بکنه. خب در آخر اونا نمیپذیرن. بعد صحابه چی میگن؟ میگن که ما آمدیم شما را دعوت کنیم به سوی خدا یکتاپرستی، از آتش پرستی کنار بگذارید. اگر شما این کار کردیم ما باز میگردیم و وطن خودمون میریم، اگر که نکرده تا وعده خداوند ما همراه شما مبارزه میبریم. رستم گفت که وعده خداوندی برای شما چی است؟ گفت که وعده خداوندی این است که کشته های ما شهید میشوند در جنتن و بزنده های ما حتما پیروزی میتیه. این یک ضربه بود که ضربه خیلی کوبنده برای رستم. خب خلاص گفتیم که قادسیه مسلمان ها پیروز شدن. بعد قادسیه آمد جنگ مدائین. در بین جنگ قادسیه و مدائین تقریبا 2 سال دوام کرده. در همین دوام در میان مدائین و مسلمان ها دایره چی بود؟ دجله بود. بعدا تقریبا 2 سال دوام کرد. در مدت 2 سال در مدائین از اون طرف آب تمام فارس، تمام گروه ها و لشکرهایی که داشت همه اونا رو از هر قوم و قبیله و از هر منطقه جمع میکرد تا قوت بگیره. اخیرا هجومی چی میگن نهایی حل کننده را به سوی مسلمان ها بکنن. 2 سال از بین گذشت. اونا را چند تونستن بعضی نفرها را جمع کردن و از این وقتی که از دست رفته است بود سعد ابن ابی وقاص چیکار کرد؟ گفت اگر ما زیادتر از این بستیم به فایده دشمن است، برای همین باید ما دریای را عبور بکنیم. در همین وقت دریای دجله میگن بسیار پرخروش بود، یعنی بسیار حالتی بالایی آب ده بود، آرام نبود. سعد ابن ابی وقاص گفت که باید ما از اون طرف آب بگذاریم، ما خودمون حمله کنیم. اگر ما زیادتر بستیم تعداد اینو زیادتر میشوند و بالاخره چیکار میکنن؟ بالاخره با ما پیروز میشوند. سعد در اینجا چیکار کرد؟ 2 گروه را آماده کرد که از اون طرف آب بگذارن، یک جای خوب
پیدا بکنن تا ما از تا دیگه باقی مانده لشکرها چی از آب بگذره. بعدا او دو گروه موافقتانه از چی سربلندانه به یگان نقص به یگان مشکله او فرمانی که سعد ابن وقاص داد بر اعلا اجراش کردند و در اونجا یک جای امن یافتند تا مسلمانان اون طرف بگذرند. در همین حالت سعد ابن ابی وقاص چیکار کرد؟ مردم گفت که باید ما از آب بگذریم. آب هم گفتیم که سطحش بسیار بلند بود. وقتی که این دو گروه گذشت، سلمان فارس هم همراه سعد ابن ابی وقاص بود. وقتی این حالت دید که با امر و فرمان سعد ابن وقاص دریا را با اسبا گذاشتن، میگه در دستش زد و گفت که قسم به خدا گفت خداوند برای ما مسلمان ها دریاها و بحرها را خار و تسلیم کرده، همچنانی که چه صحراها را برای ما تسلیم کرده بود. گرما و چنگ و یعنی مشکلای صحرا به همه معلومند. در همون وقتا موفق میشیدن، پیروز میشیدن مسلمان ها. پس در آب هم گذشتن هم خداوند برای اونا کمک کرد، از آب گروه ها گذشتن. سعد ابن وقاص خودش اولین شده، بعد اون دو گروه در دریای دجله داخل شد و بعد گفت که حسبنا الله و نعم الوکیل گفت و دریا را میگذریم. گفت در همین حالت وقتی اول خودش که گذشت، بعد دیگه تمام مسلمان ها از عقب سعد ابن وقاص دریا را گذشتن. هیچ کس سرپیچی نکرد. دریایی که مثال نمیدونم موجش خیلی بلند بود، آبش خیلی زیاد بود، دریا را وجودی همه چیکار کردن؟ همه اطاعت از سعد ابن وقاص کردن. بالاخره نتیجه چی شد؟ پیروزی. حتی میگن خداوند همین قدر آرامیش، همین قدر یقینی در دل اینا جا کرده بود که در درون آب میگذشتن، با یکدیگر صحبت میکردن، آرامانه صحبت میکردن. یگان کس ضرر ندید بجز یک نفر وقتی گذشتن، همون قدحی که آب می نوشید همون رو از دستش چیکار کرد؟ قطعاً آبی شید که برای او خیلی گران افتاد، چون که در این حالت در همین گذشتن آب یگان کس یگان چیزی از دستش نداد. بعد او را میگن از لب دریا همون قدحش یافتن، آوردن در صاحبش دادنش. خلاص مدائن گذشتن، بعد مبارزه بودن. ریشه آتش پرستی را تا اخیر برای ما فارس ها در ایران خاموش کردن، در سرزمین فارس. همون یک برنامه پردیل هم تماشا کردیم، میگه آتشکده خاموش شد چون لانه های مور شد، آتش زده مدهور شد اهلا و سهلا مرحبا. ما مردم فارس واقعا از سعد ابن ابی وقاص باید خیلی مینتدار باشیم که خداوند با واسطه سعد ابن ابی وقاص با سرداری عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نعمت اسلام برای ما آورده رساند. واقعا اسلام خودش یک نعمت است. همین روز قطعی یک برادر وا خوردیم که یک مشکل کوچک همراه زنش داره. باور کنین تقریبا همه کارا را بس کرده است، فقط در خانه دپرس، استرس، همین چیزا را داره، پیش پسیخولوگ میره. یعنی یک مشکل کوچک بین خودش بین زنش رخ داده. متاسفانه او برادر پایبند دین نیست. زندگی همین مثل آلمانیا و چی میگن غیر اسلامی داره، اگر خودش مسلمان هم باشه. خلاص این نعمت اسلامی بس آمد باز پیش همین برادرایی که یک کم تر پایبند اسلامن، از اونا مصلحت پرسید که چی کارا را باید انجام بدم. خلاص خداوند این نعمت اسلام برای ما داده است، باید شبانه روز شکرانه ای را بکنیم و در حق حضرت عمر ابن خطاب و سعد ابن وقاص همیشه دعاگو باشیم که با واسطه اونا خداوند اسلام آورد به ما رساند که از آتش پرستی، از مجوسی رها یافتیم. واقعا پیروان رستم و امثال رستم و زردشتیا یا اینکه آتش پرستا تا امروز همون بدبینیشان نسبت حضرت عمر است. اونا میگن که ما عربا را شو میبینیم، بد میبینیم، اما پشت این گپ ها همش
همون کی است؟ حضرت عمر است و حضرت سعد ابن ابی وقاص است که چیکار کردن؟ با فرمان همینا ریشه ریشه زردشتیت یا که ریشه آتش پرستی را از ما مسلمان های فارس کنده پرتافتند. خدا را شکر، خدا را شکر. سعد ابن ابی وقاص از روزی که امیر کوفه شد ساختمان و آبادی را شروع کرد در کوفه. بسیار ساختمان ها کرد، بسیار جاها را آباد کرد. اما یک گروه از اهل کوفه که در تاریخ اهل کوفه را به مردمی هستند که در حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خیانت کردند و چندین کارهای کردگان در حق امت اسلام. اهل کوفه آمدند نزد امیر المؤمنین عمر فاروق شکایت کردند از کی؟ از سعد ابن ابی وقاص. و شکایتشون هم میدونید چی است؟ اونا شکایت کردند که سعد ابن ابی وقاص یار پیغمبر میگفت که این تقای ما است. پیغمبر در حقش گفت تیر بداز ای سعد، پدر و مادرم فدای تو. همین شخص گویا نماز خوانده نمیتونست است. بعد امروز بعضی از اونایی که کمتر دعوای ملاقی میکنن، دعوای چی میگن، دعوای رسوندن کلمه حق میکنن، بعدی که از این کلمه ها از این گفته هاشون دست میکشن میپرسیش سبب چیه، میگه کامنتری بسیار مینویسن که آواز معقولم نیست یا که تو آدمی بدی، آدمی گنده، نمیدونم علم تو کافی نیست، در هر جا نسبتی ما هر چی گپا میگن. دیگه ما را دل شکسته کردن. چیکار کردم؟ از دیگه بسش کردم، گفتم یک مهلت دم بگیرم. ببینید که نفری که پیغمبر علیه السلام گفت پدر و مادرم فدای تو، اولین کسی که در راه خود تیر دوختگه نسبت او این دروغ اتهام کردنش. سعد نگفت که بیمارم کنارگیری کنم، این قدر خدمت ما در اسم مسلمانو کردم، امروز یا به قدر خدمت ما نرسیدن، شکایت نکرد. امیر المؤمنین چیکار کرد؟ وقتی که این خبر به سعد ابن ابی وقاص رسید خنده کرد و گفت قسم به خدا همون چی نماز پیغمبر برای او میخوندم، 2 رکعت اول در سوره درازتر میخوندم و 2 رکعت اخیر در کوتاه‌تر میگرفتم. چیکار میکردم؟ دیگه نمازشون به انجام میرسوندم. اما به هر حال امیر المؤمنین حضرت سعد ابن ابی وقاص نزد خودش دعوت کرد. دیگه او عمر فاروق بود، کسی به او برابر چیدن نمیتونه. ما در قصه های دیگر گفته بودیم که هیچ کس جرأت نمیکرد از امیرای حضرت عمر که کمترین چی میگن خطا را بکنه. حتی یکی از نام او صحابه فراموش کردم که گفتیم که در اگر خطا نکنم در عراق بود، وقتی که با اسب سواری میکنن یک غیر مسلمان اسب او را میگذره، بعد اسب پایین میشه و یک شپلاق میزنه ایرا، برای که اسب تاس من گذشت گفتن. آمد پیش امیرالمومنین شکایت کرد، پدر و پسر هر دوش آورد به زانو شنان، گفت چرا کار کرد؟ ثبات گرفت از اونو و او غیر مسلمان گفت که از اینا قصد بگی. یعنی همون عمر فاروق اگر میدونست که یک امیر در یک منطقه یک شیرینی را میخره که مردم در او شیرینی دسترسی ندارند، او را این وظیفه میگرفت، می آورد حساب کتابی سختش میکرد. عمر فاروق بود دیگه. خب دیگر بالاخره فریاد کرد حضرت سعد ابن ابی وقاص، اونم آمد سمعا و طاعتا گفت، آمد چی نزد حضرت عمر. نگفت که حضرت عمر خودت مثلا همین چیزا نمیدونی که من نماز خونده میتونم، میونه شرط نیست که مرا فریاد کنی. با یک قبول تام نزد حضرت عمر آمد. چند وقت در مدینه ایستاد و حضرت عمر باز خواست که چی سعد به وطنش به عراق بر بگردونه تو امیری بکنه. اما سعد ابن ابی وقاص گفت که ای امیر المؤمنین، مرا منطقه روی میکنی که مردمش خیال میکنن من نماز خوندن نمیتونم، من قطعی اونا چه خیل کار میکنم، من افضل میدونم که در مدینه بیستم. و سعد در مدینه ایستاد و زندگیش دوام داد. عمر رضی الله تعالی عنه از دنیا گذشت.
وقتی که در سکرات موت بود، اون با کورچه زدنش که دیگه تاریخش معلوم است قصهش، در لحظه های اخیر حیاتش بود، با سوی فرزندش گفت اگر مردم سعد ابن ابی وقاص بعد ما خلیفه اعلام کردن خوب ناز، اگر غیر سعد انتخاب کردن در بین خودشون مشورت کردن، پس اون نفر بگین که از سعد در کارهاش یاری طلب کنه. یعنی سعد بسیار هم آدمی بزرگ است. فتنه زیاد شد بین مسلمان ها بعد وفات حضرت عمر، فتنه خیلی زیاد شد. دروازه فتنه با رسیدن حضرت عثمان شروع شد. خوارج ها، دشمنان اسلام، هجوم های لفظی و جسمانیشون شروع کردن. روز و در این حالت فتنه ها سعد ابن وقاص خودش در یک جا کنارگیری کرد و یگان کس نمیگذاشت که برای او بیارن چه یگان خبری را برسانند. ای احوالی که مردم مثلا ایش فلان گفت، ایش فلان کار کرد، فلان گروه قتل، فلان گروه جنگ کرد، فلان تعداد آدما جان به حق سپاریدن، همه را منع کرده بود. میگفت که هیچ که درباره این مرد صحبت نکنه. روز بچه امکش اومد نزد سعد ابن ابی وقاص، گفت در بیرون 100,000 لشکر انتظاری تو است. 100,000 سالدات انتظاری تو است. تو فقط امر بکن. سعد ابن وقاص گفت که من از میان این 100,000 آدم شمشیر را میخواهم که وقتی مؤمن را به شمشیر زدم نبرش و اگر سوی کافر کردمش چی کافر را به قتل برسانم. معنی او را داره که من چه خیلی با این شمشیر دا بزیدی بر مقابل مسلمان ها مثلا میبرم. وقتی که خلاصه امر به دست معاویه رسید، معاویه رضی الله تعالی عنه سعد ابن وقاص گفت که چرا همراه ما نآمدی جنگ کنی؟ سعد ابن وقاص گفت من در یک تاریکی شمال میگذشتم، اسم اخ گفتم و شیناندمش تا شمال و طوفان و چنگ و دود یا بگیم از بین بره و هوا تازه شود، بعد از جام بخیزم. حضرت معاویه گفت در کتاب خدا اخ نیست. در کتاب خدا هست که اگر دو طایفه بین یکدیگر جنگ کردن، بین اونا اصلاح بکنی، اگر اصلاح نشیدن اونی که بر ضد حق مبارزه میبره همراه حق بستین، بر ضد ناحق مبارزه برین تا که دین یا امر در دست خداوند باز بگرده. سعد ابن ابی وقاص گفت من چه خیل بر ضد نفر جنگ بکنم. مقصدش حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود، در حالی که پیغمبر علیه السلام در حق او گفت تو برای ما ای علی به مانند هارون برای موسی هستی، مگر آنکه بعد ما پیغمبری نیست. من چه خیل بر ضد این مبارزه می بردم. سعد ابن ابی وقاص سال 45 هجری اخیران مهاجر از مکه به سوی مدینه در سن 80 سالگی در حولیش لحظه های اخیر حیاتش به سر برده است. بیا از سخنهای فرزندش گوش کنیم که چی میگه. فرزندش میگه که لحظه های اخیر عمر پدرم بود. میگه ما در دستم گرفته بودم، گریه میکردم. سعد ابن ابی وقاص گفت که چرا گریه میکنی؟ قسم به خدا گفت من باوری کامل دارم که خداوند من را عذاب نمیکنه، من داخل جنت میشم. حتی در لحظه های اخیر حیاتش که پیغمبر خدا علیه السلام گفت که این للموت سکرات، با تحقیق گفت برای مرد گفت جان کندنی یا که سختی هایی هست. با وجود همین سختی ها همون سخن پیغمبر همیشه در یادش بود و ثابت بود و 100% باوری داشت از سخن پیغمبر. اگر خطا نکنم حضرت ادریس بود از حضرت عزرائیل خواست که یک بار جانش بگیره و بعدا باز دوباره چیکار کنه بر جانش بدمه. وقتی که
جانش گرفت و دوباره باز جانش براش برگرداند، البته با اجازت الله مهربان. چیکار کرد؟ گفت ای ادریس، گفت ایره چه خیلی افتی تو؟ گفت قسم به خدا، گفت گوسفند را که زنده به زنده پوستش میکنن، خیال کردم که از این بالای سرم تا نوک پام چیکار کردی؟ همین خیلی پوست کرده گرفتی. حضرت عزرائیل گفت قسم به خدا، اینقدر نسبت تو با با یک مهربانی جانی تو را گرفتم که هیچ کس ما با این قدر مهربانی، با این قدر آسانی جانش نگرفتم. در انمی قدر لحظه های سخت با همون سخن پیغمبر علیه السلام چی ثابت و ایمان کامل داشت. امروز خدا ما را میگه که غیبت حرام است، ما میگیم یک کمتر صحبت میکنیم، ما وصفش میکنیم، میگیم. خداوند میگه نماز برین در جماعت بخونین، همراهی مسلمانا بخونین، ما میگیم خب میخونیمش. خداوند میگه زکات بتین، ما میتیمش، اما یک کار دیگر هم میکنیم. خداوند یک چیز برای ما میگه اگر کسی زکات بده موافق کسی میگه ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. میگه خداوند کسی که از ذکر ما، از یاد ما، از راه ما بیرون شد، برای اون یک زندگی پرمشقت میتیم. ما میدونیم خداوند بسیار خوب گفته، لیکن اما طرف دیگر میریم. پس خلاص چیکار کرد؟ گفت قسم به خدا، گفت مرا خداوند عذاب نمیتیه، من جنت میرم. این همون وعده پیغمبر علیه السلام بود که همراه یاران نشسته بودند که پیغمبر یک طرف نگاه کرد، گفت که الان گفت یک نفر از اهل جنت گفت پیش ما میآید. مردم هم انتظار بودن کی میآید؟ آمد داخل شد، سعد ابن ابی وقاص بود. به همون سخن پیغمبر ایمان 100% داشت. چیکار کرد؟ و خندید، گفت که مرا خداوند چی عذاب نمیکنه. پس همون متاع قیمت بها، همون گنجی که تمام عمرش برای خودش ذخیرش کرده بود، پنهانش کرده بود، نمیدونم مثل گوهر چشمش نگاهش میکرد، امر کرد که همون از صندوق بگیریم بیاریم. میدونی چی است؟ همون لباسی که در غزوه بدر اولین شده تیر به سوی دشمن خدا پرتافت در راه اسلام، همون لباس ها قطعی گفت مرا دفن بکنید. و سعد ابن وقاص جان به حق سپارید و همون لباس هایی که در غزوه بدر همراهش داشت، اونا را در تنش پوشاندند و به خاک سپاریدندش. در مدینه همراه دیگر چه آخرین مهاجر از مکه به سوی مدینه را مردم چی به خاک سپاریدند و تا لحظه اخیر او از خدا و خدا از او راضی بود. باشد که خداوند شنویدن این قصه و عمل کردنش برای ما نصیب بکنه. باشد که خداوند تمامی بندگانی که امروزها به سبب از سببها از ذکر خداوند دور ماندن، اونا را هدایت بکنه. و این حدیثی که ما از اول موضوع خواندیم که پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایند که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، راویش بخاری و مسلم است، انس ابن مالک، که ایمان شما پره نچیده است تا اون دمی که برای خودتون هر چیزی را دوست می‌دارین برای برادرتون دوست ندارین. دوست بداریم که برادرای ما همه دست به دست یکدیگر داخل جنت بشیم. و دوزخ رای کردن یگان کس نه دوزخ پر میشوه نه جای ما کشاد میشوه. اگر در روی زمین همه داخل جنت بشوند، باز جنت هم کشادی میکنه، چون که او در دست خدای مهربان است. و اگر همگی داخل دوزخ بشوند، دوزخ هم چی اونا رو همه را جا میکنه. یوم نقول لجهنم هل امتلأتی و تقول هل من مزید. میگه اون روز ما جهنم میگیم، دوزخ میگیم تو اینقدر میلیارد انسان ها را داخلت کردی، آیا تو پر شدی؟ اینقدر ظالما را، اینقدر طغیانگرا را، اینقدر بدبختا را، اینقدر دشمنای دین و دشمنان خدا را داخل کردی، بس شدی، پر شدی، دهن تو پر شد. و تقول هل من مزید، میگه آیا هسته با بیار، یعنی پرشوی نداره. و جنت هم همین خیلی زمین چی میگن حد و کنار نداره، همه را میبره. کوشش کنیم که مردم
از دوزخ روی کردن به جنت روی شما بکنیم. کوشش کنیم که مردم به راهی چی راست به سوی جنت دعوتشون بکنیم. از مهربانی خداوند اونا را با خبر بکنیم، نه اینکه عمل از عذاب و مشقت و چی میگن غضب خداوند با فقط به اونا یاد رسان کنیم. بیشتر برای مردم مهربانی خداوند بیاموزانی، مهربانیش، رزق برای ما میدادگیش، اینا را برای مردم فرمانید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند همه یک ما و شما را نماز و طاعت و روزمون با درگاهش قبول بکنه. و در آخر دعا میکنیم که تمامی نفرانی که از دنیا گذشتن خداوند غریق رحمتشون بگردانه. و به قریبی فهمیده مادر یکی از برادرای ما که از دنیا گذشتن، خداوند مادر او را غریق رحمت بکنه، شایسته جنت بکنه. و در عموم تمامی نفرایی که مادراشون از دنیا رفتگیان، خداوند اونها را غریق رحمت بکنه، شایسته جنتشون کرده باشه، در قبرشون روضه از روضه های جنت کرده باشه. و نفرانی که پدر و مادرشون زنده اند، خداوند برای اونا هدایت داده باشه که چه خدمت پدر و مادرشون کرده باشند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.